تو 8 دقیقه بهت یاد میدم این صابون زیبای کریسمسی رو با فرمول صابون به روش سرد بسازی. برای ساخت صابون به روش سرد ما یک فاز روغن داریم و یک فاز آب. برای فاز روغن از روغن بادام، کرچک، شیباتر استفاده می کنیم. ابتدا فاز روغن رو آماده می کنیم. شیباتر رو داخل یک ظرف می ریزیم و به روش بنماری ذوب می کنیم. نیازی نیست که حرارت زیادی بدید، همینقدر که ذوب بشه کافیه. تا شیباتر ذوب بشه ما میریم سراغ فاز آب. 120 گرم آب مقطر رو با 64 گرم سدیم هیدروکسید ترکیب می کنیم. همیشه دقت داشته باشید که ما سدیم هیدروکسید رو به آب اضافه می کنیم. هنگام اضافه کردن سود به آب حتما از دستکش، عینک و ماسک استفاده کنید. به آرامی سدیم هیدروکسید رو با آب ترکیب می کنیم. از ترکیب این دو با هم واکنش اتفاق میفته و بخاراتی که حاصل میشه برای تنفس مضره. به خاطر همین باید حتما از ماسک استفاده کنید. هم میزنیم تا سدیم هیدروکسید داخل آب حل بشه. یه مقدار که هم زدیم کنار میذاریم تا فرصت کافی برای حل شدن داشته باشه. برای ساخت مرحله دوم که ساخت کوکی های کریسمسی هست ما از پای صابون مات استفاده میکنیم. به اندازه 100 گرم از پای صابون مات رو به تکه های ریز خرد میکنیم. قبل از اینکه بخش دوم آموزش رو ببینیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. بریم برای ادامه آموزش. به روش بنماری ذوب میکنیم. شیباتری که قبلا گذاشته بودیم ذوب بشه کاملا ذوب شده. حالا میایم فاز روغن رو آماده میکنیم. 240 گرم روغن بادام رو با 90 گرم روغن کرچک ترکیب میکنیم. شیباتر ذوب شده رو اضافه میکنیم. چون ظرفم کوچیک بود یک ظرف بزرگتر میارم و فاز روغن رو به ظرف بزرگتر منتقل میکنم. فاز روغن را روی هیتر قرار میدیم تا به دمای 46 درجه برسه. تو این مدت فاز آب هم دماش پایین تر میاد تا با فاز روغن هم دما بشه. خب میریم سراغ تاپرهامون که با پای صابون مات درست میکنیم. پای صابونمون کاملا ذوب شده. بهش یه مقدار رنگ قهوه روشن اضافه میکنم تا رنگ کوکیمون طبیعی به نظر برسه. هم میزنیم تا رنگ کاملا داخل پای صابون ترکیب بشه. چند قطره اسانس اضافه میکنیم. میتونید اسانس شکلات، نوتلا، دارچین یا حتی از اسانس های میوه‌ای استفاده کنید. به ته قالب الکل اسپری میکنیم تا صابون ها حباب نزنن. پای صابون رو داخل قالب ها میریزیم. الکل اسپری میکنیم تا حباب نزنه. کنار میذاریم تا کاملا سرد بشه و بعداً از قالب خارج کنیم. با دماسنج دمای هر دو فاز رو اندازه گیری میکنیم. دمای فاز آب 47 درجه و دمای فاز روغن 46 درجه است. حالا فاز آب و روغن رو با هم ترکیب میکنیم.
2 cc اسانس شکلات اضافه می کنم. هم میزنیم تا اسانس کاملا ترکیب بشه. بعد صابونمون رو به 3 قسمت تقسیم می کنیم. 5 گرم روغن بادام شیرین رو با رنگ سبز ترکیب کردم. به بخش اول اضافه می کنیم. رنگو کم کم اضافه می کنم و هم می زنم. بخش دوم رو داخل ظرف دیگه می ریزیم تا رنگ قرمزمون رو آماده کنیم. 5 گرم روغن بادام شیرین رو با یه مقدار رنگ قرمز ترکیب کردم و به صابونمون اضافه می کنیم. صابون ها رو به ترتیب داخل قالب سیلیکونی بلوکیمون می ریزیم. صابون‌های کوکی کریسمسیمون آماده شده. از قالب در میاریم تا روی صابونمون بچینیم. با فاصله به همون ترتیب که برش میزنید کوکی های کریسمسی رو روی صابونمون میچینیم. 48 ساعت فرصت میدیم تا صابون ما کاملا سفت بشه و واکنش صابونی شدن کامل بشه و بعد از قالب خارج میکنیم. برای بچه‌های گلم یه سورپرایز داریم. به مناسبت کریسمس این 5 تا صابون جذاب کریسمسی رو هدیه میدیم به 5 تا از عزیزانی که این ویدیو رو لایک کنن. تو کامنت ها بگو دوست داری آموزش بعدی صابون به روش گرم باشه یا صابون به روش سرد.